جنجال کشف واکسن کرونا. سلام دوستان، با اثر میدیا همراه باشید. سابسکرایب کنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر. آیکن زنگ را نیز کلیک کنید. همزمان با افزایش بیماری کرونا در افغانستان، حکیم الکوزی، یکی از داروسازهای یونانی، ادعا کرده است واکسن را برای درمان به بیماران کووید 19 تهیه کرده است و مدعی شده که توانسته دهها بیمار را درمان کند. وزارت صحت عامه روز گذشته دکان این داروساز را مسدود کرده است، اما در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تعداد زیاد مردم به خاطر دریافت این دارو به صف ایستاده بودند. معاون وزارت بهداشت گفت این دارو در آزمایشگاه وزارت به سر میبرد. تا اکنون هیچ گونه نشانه فایده‌مندی وجود ندارد، ولی بعض مردم میگوید تشکیل این دارو از مواد مخدر است.